در مغز یک جوان 700 سترلایت سمپاشی میکنه و میخواه ایر از دایره ایمان بکشه. در این شرایط این جوان مسلمان ایمان خدا حفظ میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت 50 نفر اجرش میگیره. صحابه پرسان کردند که ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اجر 50 رجل منا او منهم، آیا اینا اجر 50 نفر از ما را میگیرن؟ یعنی این شخص اجر 50 صحابی را میگیره و یا 50 نفر از امو زمان خود؟ میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که 50 منکم، یعنی یک نفر غریب ناشناخته عصر آخر زمان که به عقیده توحید خود مستحکم می باشد و اعمال مطابق قرآن و سنت انجام میده و همیشه از طرف انسانهای بیدین تمام روز سخنها را شنیده میره و تبلیغات را شنیده میره و پرزه ها را شنیده میره و خنده ها را شنیده میره و فکایات را شنیده میره و